یا تری رستوران خوش اومدید. ما امروز آمدیم کالباس پپرونی رو خودمون اینجا درست کردیم در تری رستوران اربیل عراق. سوسیس دودی با روده گوسفند درست کردیم و کالباس پپرونی. حالا سینا جان از نزدیک بگیر، من یه برش بزنم همراه با پنیر و ادویه‌های مخصوص و فلفل. از پنیر اسموک دودی استفاده شده، فوق‌العاده خوشمزه، یک خودکفایی قشنگ که پیتزاهای پپرونیمون رو خودمون میتونیم با کالباس پپرونی که درست کردیم اینجا بزنیم. اینایی که میبینین این پنیر دودیه و ادویه ها و فلفل هایی که داخلش خورده، نزدیک 7-8 نوع ادویه با گوشت چیز. این هم که سوسیس دودیه، سوسیس دودیه که باز درست شده همینجا توسط بچهای تری رستوران خانه اسپاگتی در اربیل عراق. به رستوران ما بیاین، بهتون خوش میگذره. مرسی.